صاحبان این طربخانه دبی از آن خوشحالند که بعد از لغو انداز مشروبات شماره مشتریان بیشتر شده است. از سال نو 2023 حکومت امارت دبی 30% مالیات از مشروبات الکلی را لغو کرد، ولی در بعضی طربخانه‌های دوست داشته سیاحان در منطقه مدینه جمیره دبی نرخ چندان پایین نشده است. خبری خیلی خوب است. امیدوارم که نرخ هم در فروشگاه‌ها و هم در طربخانه‌ها پستر می شود. ریچارد کوولینگ، مأمور مؤسسه هاسپیتالیتی گیتس که در این منطقه مؤسسه تشویق سیاحان را بر دوش دارد، بر این نظر است که تأثیر لغو انداز مشروبات باعث افزایش شماره سیاحان می شود. این خبر خوشحال کننده است. در ساحه قبول مهمانان ما وضع مشکل داریم. در دوام 12 ماه گذشته نرخ بلند شده است. نرخ روغن، نرخ نیروی برق را بینید. در عرفه سال نو میلادی مقامداران دبی همزمان با لغو 30% انداز از مشروبات، گرفتن مجوز و یا لیسانس برای خریدن مشروبات را از اعتبار ساقط کردند. در گذشته ساکنان دبی که یکی از 7 امارات متحده عرب است، برای خریدن مشروبات الکلی باید پیشکی مجوز می گرفتند. درباره سیاحان چیزی نمیگویم. آنها به اینجا می آیند که پول خرج کنند. برای ساکنان امارات خوب است. قبلا آنها باید مجوز و دیگر اسناد می گرفتند. حالا خوب شد. دبی یکی از 7 منطقه دوست داشته سیاحان در جهان بوده. مقامدارانش امیدوارند که تا سال 2025 سالانه کمش 25 میلیون سیاح را به این گوشه عالم جلب کنند. در این امارت بخش سیاحی و اقتصادی به هم آمدند که به قول کارشناسان از اهمیت ساحه توریسم شهادت می‌دهد. در سال 2022 دبی بیش از 7 میلیون سیاح را قبول کرده است که در مقایسه با سال 2021 زمان اوج پاندمی کرونا ویروس 183% بیشتر بوده است.